من حساب کردم من کارمند بخش خصوصی حداقل 50% از درآمدمو دارم میدم به دولت و خیلی راحت‌تر براتون توضیح میدم. بله دیگه. ببین 30% از مبلغ قرارداد من توسط کارفرما و خود من داده میشه به تامین اجتماعی که من شخصا اگر به انتخاب خودم باشه هیچ چیشو نمیدم، ولی بالاجبار قبل از اینکه حقوق ماهیانه منو پرداخت کنه اونو برمیدارن میدن. یه 10% هم حتی بعضی وقتا بیشتر 15% هم مالیات برمیدارن قبل از که حقوق بدن. هر جا میریم خرید کنیم یه ساندویچ لیوان آب نمیدونم 9% مالیات بر ارزش افزوده، اینم یه 10%. این 50% مالیات های غیر مستقیمی هم که میدیم، آره شهرداری و حتی بعضی وقتا میشه این ادعا رو مطرح کرد که ماها کارمندانی هستیم که حدود 70% از درآمدمون داده میشه به دولت و بعد یه نفر میاد یه نموداری نشون میده تلویزیون میگه که نه ایرانی‌ها دارن 10%. حالا بذارید